تو بالا کفتر میآید یک گله دختر میآید گیپک جان تو مرا دیوانه کردی. گیلا بله با کجا میری؟ بله با کجا میری؟ من آه هیچ جا مایم برم متصل پخیلیا گندم. چری؟ پخیلیا گندم برم چیکار شه خرمن خور یک نگاهی بکنم گاو گوسپندا مردم نه بالا خرمن ما گیلا کره خرمنه بیا بریم و قول مینا خیلی کنیم. گیپک برین قول مینا خیلی کنی؟ بریم قول مینا خیلی کنیم. مینا درختی نیه دنیا غجار میخرم. مینا درختی؟ نه بابا تو چی میفهمی که میخرم؟ من میفهمم جودی بگه میآید. اینه؟ اسم من میگه؟ چی میگه؟ میگه گیلا. عادی میگه گیلا. خودی تو گه میزن اختراع میکنه. بابا ایلا بشنیدم من دادیم یک پارسالکا یک مینای دیشتک میگفتک سلام میگفت سلام باز میگفتک بگو مینا میگو مینا نه او که کرک بودک یعنی بفهمیدم دادیم مینای دیشتک بفهمیدم من. خب حال رفیق بیا که بریم یکه کنه شما و تو یکه میشه؟ نه ببرین گیپک دیگه شماره. آها شامد بچه لیلا خود سیه بیا بریم خود تو رستی که دیونه با مکتب من رو مکتبم نرفت و خاطر مینا. خاطر مینا با مکتبم نمیری؟ خب پیار کینا با چی میگه؟ هیچی نمیگه. بله آنی بیا ما شما مادم جور باشن گیلا گیپک اشتینی جان جور خیلی یارو کسل میریم گیپک کجا بخیر؟ میریم شکر کجا بخیر؟ اختلاط کن شما بگو با کجا حالی تو میری؟ ما مایم برم لباس کنم که برم به مکتب بخیر. دیونه ای میگو شما چی؟ امرو به مکتب نرو که چری؟ خودی تو بری خال مینا خیلی کنی. یا گزری پیا اسم من را میگه مینا گل مینا خیلی کنی؟ مینا درختی اگه چیزی بگم میاد میگه گیلا گیپک شما خب مکتب چیکار کنی؟ گیپک مر غیر زیر میکنه. بابا یلت رک مکتب یلت چی میگی با مکتب میری؟ با مکتب میری عقل کمال یادگیری تو می چیکار کنی عقل کمال میگو تو گیلک تو مکتب نرفتی به کجا رسیدی؟ نمیت بی عقل کمال کلون شدی. بی عقل کمال تو نانه تو شدی. و راست میگم گیلک و چرا میزنی؟ زلی چرا نمیرم من میرم به مکتب خو. خاک که نمیری دیگه. شما خودی تو به خوبی گپ میزنی تو چری بجی میگی دیونه؟ خب راست میگم خود دیونه نیه. ما کلون شما چرا شما جنگ میکنی؟ به مکتب نرفت و چه کار شو؟ راست میگه عقل کمال به خیر خوشی بخوری خیلی کلون مونه ای به هر جمال میبره گاهی وقت به شغالگیری میریم به سگ جنگی میریم به باسپا نیه اسپیری به پل پشتو دیگه آن اوبزی ها شروعه یک گاندو ما میشه اوبزی ها شروعه با اوبزی به اوزا بریم میگو شما خلاصه کن میری یا نمیری؟ میرم گیپ خود شما و یک گپ سکو تو کن نمیتونی مینا ورداری مگر ما گیلک ورداری چاک میدونی چاک مالا شما تستر و درخت برامشون بله خوبه سکو گیلک میگه به جمع بازار میبینیم نصف و نصف چی هسته خوبه نصف خوبه ان ما واسه شما واسه رفاقت به مکتب نمیرم خود شما میرم قول مینا ور میداریم بفهمیدی نصف و نصف ولی کدیت میریم همیت میریم بله چه گیپک خوب شکر زنده باشی. البته ناجور خستی چیزیه نه شکر تک یاره. خاطر یک هفته شده به مکتب نماده. گیپک برام یک هفته شو مکتب نماده. بله او چی میگین شما ولی سه هر روز مکتب میای. هیچ روز یک زن هفته شما مکتب نرفتین یک هفته. های ما معلم مکتب نمیرم. تو شاید به شما مشکل خورده باشه نرفته باشه خبر نداشته باشین شما.
آخه من نگران صنف نایم، هر روز اجیری میگیرم گیت پک نیه. من گفتم یا به میمونی جامعه رفته و جا دوری یا ناجور خستی چیزه. خوب شد تور بدیدم. اگه نمیامدم درس را خبر میگرفتم که سه کنم گیت پک چرا به مکتب نمیآید. معلم صاحب شما چی میگیم آخه خود شما میفهمید که ما دیکون به خیلی داریم. گیپک اموجیا خودی اون دیکونه. هم وقت مکتب که میشه نیم ساعت جلوتر میگه باز رفتم با مکتب دای پول هم بزو میدم قراره که دیگه میره به خونه کیف خونه بداره میره به مکتب میره. هم هر روز وقت مکتب رو رای میکنم برو به مکتب خو برو. من چون دیگه گیت پک به مکتب ما نمیاد. اگر البته دیگه مکتب رفته. یک هفته میشه ما خور ندیدم به مکتب. پسی با کجا میره من خبر ندارم. از خود پرسان که از من چی پرسان میکنی؟ کاش که شما همون روزا هم میگفت یک هفته تیر شده شما که یک هفته مکتب نماده. چی میفهمم دیگه من میگم البته عیدی تیر شده بعد عید برفتم به میمونی بری یا ناجور خستی چیزی خدای نکرده. خوب شد حالا گفتیم باش ما بریم از او پرسون کی به کجا میرفته پر. عباس جان زیکو برار جو شما خانواده باید رد این برار خور بگیریم که از این سرا بیری میشه خدای نخواسته به یک جوجاری به یک اوزی سرکی گردی موتر چیز می جور میزنه. صبح میگیم ما لور با مکتب رکدیم هر مکتب هنور موتر زد یا به اوزی چیزی برد. با وقت مکتب خو میره وقتی که مکتب میره دستی میره به دیکون خودی میره. دیگه من نمیفهم تو از او پرسان کسه که بگو یک چی هفته خبر چه دارم که مکتب وقت مکتب توی مکتبی به کجا چه کار میزنه. حتما خودی دوست رفیقا خو میره به بر به بزی. خیلی بینی بگفتیم باشه برون خبر بگیرم. و هر روز یک هفته غیراتی رو بری و بگو بیا با مکتب خوب بیا. چشم امتحانا نزدیکه. باش. گیپک بله. مشکو کمبار نداشته باشه خوبه؟ نه ندارم. گیلک ایتو آره میگیرم یا کاری نمیکنم. گیلک سکو صدا مینا در بیار که اگه با آخر بال باشه بیای به دمرا بیای. تو که یاد داری نرم نکنه. مینا یاد داری گیلا چون سبق نبازیم ایچی مشکو مار نداشته باشه بفته به تا سر مرد. مار نه گیلا گیلک صدا مینا نیه. گیلا گیلا مرد آخه تو ای که میکنی اگه مینوی هم باشه میگه این صدا مینویه. مینا چپ کن گیلک چپ کن. یاد نداره می این صدا را اگه مینا بشنه میجه. مثل مرغ نانه گیپک چه کار شد؟ چی نیه؟ نداره مینا؟ نه تاشو خیر باشه تاشو. بریم خود درخته خو قال نداره کو. پیدا میکنه. بریم دیگه جا بریم اینجا نشد کسات بود. این برف کمی اندیشته باشید. بچه ها خیلی هم خیلی میکنن. بیا بریم بیا بریم جبله کنم وردو. بیا بریم سر زمین ها دین اومد بیا بیا وردو. بله. درخت دین اومد شاید داشته باشه بیا. چرا به مکتب نرفتی؟ خونه خالی. خونه با چی مرگم استی؟ من که برفتم خونه خالی رفتم. چیکار میشه خونه خالی خودم نمیره. مکتب فرضه یا خونه خاله که من از تو بفهم پرسان کنم. یک روزی بابا نریم به مکتب چیکار میشه دیگه مگر مدام به مکتب بریم. ایشته به مکتب نریم. ایشته به مکتب نریم. من که بی سواد موندم چه کار میشه آخه؟ زندگی خود در و بدر کردم از این بی سوادی خونه.
بابا به یک روز که بی سواد نمیشم، هم هر روز که میرم یک امروز نرفتم برفتم خونه خاله خو. بابا دستام تکه تکه شد، تریش شد، جگر مخون شد، تا خاطر از که تو بری درس بخونی. ایش تو بخونه خاله خو، بخاطر چی رفتی بخونه خاله خو؟ خامت چکر زده برفتم خونه خاله خو. خاله تو دعوت کردی بود که تو بیا بخونه ما بیا. نه خال من نرفتم، نون خورده کنه نرفتم، یا شو بستم یا چاش بستم. همین تک چرخ برفتم خاله خو خبر بگرفتم، پس بیامدم. لا اله الا الله. آخی ایش تو بخونه خاله خو الان نمزاد داره که بری. نه بابا مگر آدمی نمزاد دار بشه آدم بخونه خاله خو بری. خب برفتم خاله خو میگم برفتم خبر بگیرم. ما از همین پرسان کنم. خاله توی تا مهم بود که تو مکتب یله کردی از اینجا کسی برفتی بخونه خاله خو رفتی. اگه بخونه عمه خو میرفتم که چی نمیگفتیم، ولی واسه بخونه خاله خو رفتم مگذره اعصاب کو سر خراب میکنه. گوش کاش با تو بعد کدوم بابا دیگه نمیرم، به هیچ جا نمیرم، میرم مکتب خو. باشه من خاله تو پرسان کنم سعی کنم بخونه خاله خو برفتی یا دروغ میگی به من. خال با واسه یک روز که مکتب نرفتم نمایه بذار بابا اعصاب کو خراب کنه. ایشته نمایه. آخه من شب و روز زحمت بکشم به خاطر که تو بری درس بخونی، نه که تو هر روز بری بخونه خاله خو بخونه عمه خو بخونه هک دگه. خوبه دیگه اگه یک روز به مکتب نرفتم باید چی مسلمان بگیم، ما رد گپ پیل. باشه ما پرسان بکنم که تو برفتی یا دروغ میگی. نه نمایه چه کار بابا خب چه نمایه؟ من اول از حال تو خبر نباشم، یک سال بعد دیگه من خبر بگیرم از تو. دیگه مکتب خو میرم بابا خوبه. ای بابا